انرژی داخلی کار در ترمودینامیکا. انرژی داخلی سوم انرژی حرکت پیشراننده کینتیکی مولکول ها و انرژی پتانسیلی وضعیت بین یکدیگری آنها رو در یک جایی انرژی داخلی میگویند. یعنی انرژی داخلی این برابر است با سوم انرژی کینتیکی حرکت پیشراننده مولکول ها و انرژی پتانسیلی وضعیت بین یکدیگری آنها. برای گاز ایدئالی که در گاز ایدئالی تاثیرات بین مولکول ها به اعتبار گرفتن نمیشد، یعنی گاز خیالان فکران تصویر شده بود، پس انرژی وضعیت بین یکدیگری مولکول یعنی تاثیرات متقابل مولکول ها برابر بود با نول، یعنی در گاز ایدئالی انرژی پتانسیلی برابر بود با نول، پس انرژی داخلی برابر میشد با سوم انرژی کینتیکی. انرژی کینتیکی حرکت پیشرونده مولکول ها برابر است با 3 تقسیم 2 که ضرب ت. که در اینجا دومی بولتزمان و ت حرارت. پس انرژی داخلی برابر می شود با 3 تقسیم 2 ت. در اینجا عدد 3 این درجه آزاد حرکتی پیشرونده کننده مولکول ها به حساب می رود و انرژی داخلی برای گاز یک اتم، یعنی که گاز های یک اتم 3 درجه آزادی حرکت دارند، یعنی به طرف پیش با قفا و با بلندی حرکت کرده می توانند و انرژی داخلی برای گازی که دلخواه، یعنی که یک اتم دو زیاده اتم عبارت است 3 تقسیم 2 که ضرب ت. از اینجا ما حاصل میکنیم برای یک مول گاز ایدئالی انرژی داخلی به چی برابر می شود؟ برای یک مول گاز ایدئالی برابر می شود از معادله کلاپیرون مندلیف استفاده می بریم که برابر است با پ حاصل ضرب فشار و حجم گاز برابر است حاصل ضرب ماسه مولری گاز دومی یونیورسال است و حرارت. پس خود کار در ترمودینامیکا برابر با پ دلتا و و از اینجا از قانون دیومی ترمودینامیکا که مقدار گرمی که به سیستم داده می شود برابر است با تغییر دادن انرژی داخلی سیستم و اجرای کار ا. پس از اینجا حاصل می نماییم دلتا او برابر است ای تقسیم 2 میو ار دلتا ت. اینو برابر نموده برای گاز ایدئالی که برای گازی که دلخواه شماره برای گاز دلخواه اتم داشته، مثلا برای گاز یک اتم داشته ای برابر درجه آزادی مولکول ها برابر می شود با 3 و برای گاز 2 اتم باشد گاز 2 اتم را همچون گالتلی تصور کردن ممکن است که اتم ها هم خیلی گویا که هم خیلی پیوست می شوند و آنها در نتیجه با بالا پایان و با ستیری z x و y حرکت نمودن. این چون قابلیتی در اطراف خود این طرف و این طرف چرخ زدن دارند، یعنی که 1 2 3 4 کنند. برای گاز 2 اتم درجه آزادی مولکول ها برابر می شود با 5 و انرژی داخلی برای گاز 2 اتم برابر می شود با 5 تقسیم 2 میو ار دلتا ت. برای 1 مول گاز ایدئالی حاصل کرده می شود انرژی داخلیش. آیا چون این کار رو در ترمودینامیکا تفسیر دادن ممکن است که متماتیکی نویسیم و ضرب دلتا پ، یعنی در نتیجه تغییر یافتن فشار سیستم کار اجرا نماید؟ در نتیجه تغییر یافتن فشار سیستم کار در ترمودینامیکا برابر است با حاصل ضرب فشار و تغییر یابی حجم گاز. یعنی که مثلا ما برای حاصل نمودن کار در ترمودینامیکا یعنی که ا برابر است پ ضرب دلتا و یا که برابر است پ و مینوس و نول و حجم اخیر گاز و و نول حجم اولای گاز، یعنی که هنگامی با گاز دادن یگان مقدار گرمی حجم گاز از و نول تا و تغییر می‌یابد و کار اجرا کرده برابر می‌شود با حاصل ضرب پ تغییرات حجم. اگر با گاز یگان مقدار گرمی داده شود ولی حجم گاز تغییر نیابد، پس یعنی که و برابر شود دومی، پس ا برابر می‌شود با نول، یعنی که هر قدر مقدار گرمی که با گاز داده شده است ولی که حجم گاز تغییر نیافته است، پس کار اجرا نشده است. ا برابر شود با نول. فرض کردیم ما یک ظرف داریم که با گاز پر کرده شده است. همین ظرف رو از میانه با دیواره محکم میکنیم
پیش ظرف دارای انرژی داخلی معین قیمتی معین داشته و فشار بود. وقتی که با دیوار محکم کردیم دو زیر سیستم های علاهیده جدا می شود. در همین زیر سیستم ها قیمت فشار و انرژی داخلی دائمی باقی میموند چون قیمت پیشتره یا اینکه تغییر می‌یابد. اگر بگاز یک خیلی مقداری انرژی داده شود یک مقداری گرمی داده شود از بیرون یگان خیلی تاثیرات رسانده نمی شود. ما هم تو فقط با دیواره سیستم را با دو زیر سیستم جدا می نماییم. اگر یک خیلی گاز باشه مثلا گاز هیدروژن مثلا وقتی که با همین ظرف باشه یگان مقدار گاز داشته باشد و یگان حتما یگان حجم دارد و یگان فشار داره فشار و انرژی داخلی است. انرژی داخلی هنگامی اون رو مثلا با دیواره با دو زیر سیستم جدا نمودن دو زیر سیستم تقسیم نمودن این انرژی هر دو طرف برابر است به هم دیگر. با قیمت اولیه انرژی و قیمت اولیه فشار در سیستم و قیمت ها برابر هستند یا فرق میکنند؟ در عموم اگر انرژیش به برابر باشه پس با هنگام اون رو به دو زیر قسم جدا نمودن از سبب مثلا اگر گاز یک اتم باشد میو ار دلتا تی مثلا حرارت دائمی مون پس هنگامی که یک مول مثلا باشد اون رو به دو قسم تقسیم نمودن اینجا 0.5 مول و اینجا 0.5 مول میشود یعنی که انرژیش نسبت به اوله کم میشود. فشار چی؟ فشار دائمی میموند. فشار دائمی میموند. جریان دائمی قوه جریان شدت. جریان دائمی چیست؟ جریانی که بزرگی و سمت آن با گذشت معینی وقت تغییر نمی‌یابد جریان دائمی نامیده می‌شود. برندگان جریان در ناقل ها یعنی که جسم هایی که ذرات الکترون میگذارند برندگان جریان الکترون های آزاد میباشند الکترون هایی که از تاثیر قوه یدرویی بیرون هستند الکترون های آزاد و برندگان جریان همین الکترون های آزاد به حساب میروند و جریان خود جریان دائمی باشد جریانی است که با گذشت معینی وقت بزرگی و سمت آن تغییر نمی‌یابد. جریان قوه جریان برابر است با نسبت مقدار ذرات از بروش ارزی ناقل در یگان مدت وقت گذرانده یعنی که واحدش یک امپر برابر است یک کولون تقسیم یک ثانیه. در بروش ارزی ناقل در یک ثانیه چقدر مقدار ذرات رو گذشته رو با خود قوه جریان می‌نماید. قوه جریان دائمی می‌شود اگر به یگان منبع جریان پیوست به منبع جریانی که دائمی باشد پیوست کرده باشد. خود شدت و فرق پتانسیل ها خود در میدان الکتریک فرق مقداری انرژی به ذرات در میدان الکتریک به ذرات نقطه تاثیر کننده خود پتانسیل الکتریک میگن مینومند و شدت این برابر است به فرق پتانسیل ها و برابر میشن نسبت قوه های بیرونه که برای قطع زنجیر کشاندن ذرات لازم است. شدت نامیده می شود. افاده وابستگی بین قوه جریان و شدت رو افاده وابستگی بین قوه جریان و شدت رو اولی مرتبه عالم انگلیس اوم پیشنهاد نموده است. گیورگ اوم اولی مرتبه که قانون اوم نام دارد برای زنجیر چنین گفته بود که جریانی که از زنجیر دور میشه به شدت نوک زنجیر متناسب رو ثبت با مقاومت ناقل متناسب چپه یعنی که در ناقل همین گونه قوه جریان جاری می شود که با شدتش متناسب راست است و با مقاومت ناقل متناسب چپه واحد شدت 1 ولت و واحد مقاومت 1 اوم. هر قدری که مقاومت ناقل زیاد باشد جریان الکتریک همون قدر کم شده. مقاومت ناقل رو چگونه چین کردن ممکن است؟ مقاومت ناقل برابر است با مقاومت خاص ضرب درازی ناقل و مساحت بروش ارزی ناقل مقاومت ناقل نامیده می شود. دیسپرسی روشنایی وابستگی نشان دهنده شکست روشنایی رو از رنگ
اولین مرتبه نیوتن هنگامی دسته روشنایی رو با پریزم روانه نمودن تسمه رنگارنگ حاصل می شود که این ترکیب مرکب داشتن دسته روشنایی رو نشان می دهد که عبارت از 7 رنگ باشد. اول نیوتن چنین میپنداشت که این ممکن از خود این خاصیت ممکن از خود پریزم باشد، ولی هنگام پریزم دیگر رو از بعد از پریزم یکم گذاشتن در باز رنگ ها جمع شد، در نتیجه دسته روشنایی سفید حاصل می شود و یعنی معلوم شد که روشنایی ترکیبی مرکب داشته است و وابستگی و از رنگ روشنایی یعنی که ما جسم های در اطراف بوده را چخیل با رنگشون فرق کردن ممکن است، یعنی که ترکیب روشنایی سفید و تمام روشنایی در طبیعت بوده رو در یک جایی روشنایی سفید تشکیل می‌دهد، یعنی که ترکیب مرکب داشتن روشنایی سفید هم در همین است. یعنی ما جسم ها رو چگونه می‌بینیم؟ مثلا جسمی که رنگی سبز داره در طبیعت تمام روشنایی دیگر روشنایی رو فرو برده تنها روشنایی سبز رو انعکاس می‌نماید، در نتیجه ما جسم رو همچون جسم سبز می‌بینیم و با مانند اینها نشان دهنده شکست روشنایی باشد. نشان دهنده شکست روشنایی این برابر است با سینوس الفا تقسیم سینوس بتا. سینوس الفا چی؟ سینوس کنجی افتنده و سینوس بتا کنجی سینوس کنجی شکسته. مثلا نوری افتنده و نوری شکسته تحت یگان کنجی الفا می افته، تحت یگان کنجی بتا می شکند، یعنی که باید هنگامی به یگان محیط وارد شدن دسته روشنایی شکستی آن به نظر می رسد و نشان دهنده شکست روشنایی هم نیز به نسبت سینوسی کنجی افتنده بر سینوسی کنجی شکسته است و وابستگی همین نشان دهنده شکستی روشنایی رو از رنگ دارد. سوال دیگر: اندازه، ترکیب و ضریعت هسته اتم، کم‌آمد ماسه، قوه‌های هسته‌ای، مدل‌های هسته‌ها. معین کردن اندازه، ترکیب یادروی هسته یعنی یادروی اتم. اصلا یادروی اتم عبارت است از شماره از مقداری پروتون ها و که با زد ifade میکنیم و مقداری نیوترون ها که پروتون ذریعه است که مساش از ذریعه از مسای الکترون 1836 از یک مسای الکترون است و ذریعه‌اش با مدولم با ذریعه الکترون برابر بوده علامتی مثبت دارد. الکترون ذریعه‌اش برابر بود با -1/10⁻¹৯ کولون و پروتون ذریعه الکترون دارد لیکن علامتی پلوسه. ذریعه الکترون منفی است و از ذریعه پروتون مثبت است و از همین در نتیجه مثبت بودن ذریعه پروتون و الکترون هم اتم از جهت الکتری نیوترال است، یعنی که بی ذریعه است. پس هسته اتم از کدام قسم‌های ترکیبی عبارت است؟ عبارت است از پروتون ها، ذره های پروتون ها و نیوترون ها و رادیوس اندازه، یعنی که رادیوس یادروی اتم رو معین میکنیم از فرمولای 1/3 در داخل هسته اتم تنها پروتون ها و نیوترون ها موجودند یا اینکه ذره های الیمنتری دیگر نیز ذره های الیمنتری دیگر نیز از ترکیب یادروی اتم پیدا می شوند؟ مثلا انتیذره الکترون، پوزیترون، اینچنین هنگامی که کاهش بتا کاهش الکترون، یعنی که سلی الکترون ها الکترونی که حاصل میکند، یعنی که در نتیجه ریاکسیا بتا کاهش حاصل میکند، از داخل یادروی اتم پیدا می شود. درباره کم‌آمد ماسه نقل کنید. کم‌آمد ماسه یعنی که سوم ماسه پروتون ها جمع سوم ماسه نیوترون ها خورد است از ماسه یادرو. این رو میگن کم‌آمد ماسه
برابر است با دلتا ام که اومد، یعنی که سومای مس پروتون ها جمع سومای مس نیوترون ها در یادروی اتم از مس یادرو خورده است. این رو کم اومدی مس میگن و در فرمول وابستگی بین انرژی یادرو انرژی و ماسه، یعنی که وابستگی بین انرژی و ماسه که برابر است با اصل ضریب ماسه جسم و کدرت سرعت روشنایی در جهش گذاشته حاصل میکنیم. درباره مدل‌های هسته‌ها معلومات میدونید؟ اولا اساساً دو مدل اتم ها بود که یک مدل تامسون بود. مدل تامسون چی بود؟ یعنی که عالم بزرگ تامسون چونی تصور میکرد که اتم اولا از دوره های قدیم عالمون گوناگون معین کردن که مدل تامسون این درباره مدل اتم است، درباره شکل اتم. مرحمت بسنم. قانون جاذبه جهانی، وزن جسم و قوه وزنی به وزنی. مرحمت. قوه جاذبه عمومی جهانی این را یکمین مرتبه عالم انگلیس ایساک نیوتن کشف کرده بود و او گفته بود که قوه‌ای که دو جسم‌های نقطه‌ای یا کروی به هم دیگر تاثیر میکنن به حاصل ضربه مسافه آنها متناسب راسته بده بر کواdraتی مسافه آنها متناسب چپه می باشد. نیوتن گفته بود که در اینجا کوفیشنت موجود می باشد که کوفیشنت موجود می باشد اما آن را معین کرده نتوانست و کوفیشنت این را با یاری ترازوی دورزننده کاوندیش یکمین مرتبه آموخته معین کرد که G برابر 6 اساس 67 ضرب 10 درجهش میشه 12 متر کیلوگرم کوادرات می باشد و این را دائمی گراویتاسیونی نامش را گذاشت. این ذره ها به این قانون همه جسم ها مثال دو ذره نقطه‌ای یا دو جسم نقطه‌ای مثال سیاره ها هم به چنین قانون ها اطاعت میکنند. یعنی این قانون جاذبه جهانی هم تاثیراتی جسم‌های نقطه‌ای رو توصیف می‌دهد. سیاره ها رو هنگامی معین نمودن جاذبه بین آنها یا سیستم‌های کیهانی رو همچون جسم‌های نقطه‌ای قبول کردن ممکن است. نقطه‌ای نه اما آنها شکل کروی را تقریبا شکل کروی دارند و چنین قانون و جسم‌های شکلش کروی هم استفاده برده می‌شود. حجم سیاره ها رو ما به نظر میگیریم در وقت معین کردن قوه تاثیر بین آنها، قوه جاذبه تاثیر بین آنها. حجم رو به نظر میگیریم. این مسافه بین مرکز جسم یکم و مسافه مرکز جسم دوم می باشد. این مسافه از مرکز روان می باشد. چقدر که جسم حجمش زیاد باشد اما مساش کم، رادیوسی زیاد دارد و ایر هم زیاد می شود. خوبه کم. این ایر در این فرمول چی رو توصیف می دهد؟ رادیوسی جسم رو یا کی؟ مسافه بین مرکزی دو جسم. مسافه بین مرکزی دو جسم رو. قوه جاذبه بین دو جسم موافق همین فرمولا وابسته به مسافه چگونه تغییر می‌یابد؟ چقدر که مسافه دو مرتبه تغییر یابد قوه 4 مرتبه کم می‌شود. اگر همون جسم یعنی با کوادرات مسافه متناسب چپه است. درباره وزن جسم نقل کنید. وزن جسم بزرگی فیزیکی که هنگام به زمین جذب شدن جسم‌های دیگر جسم‌ها به تکیه‌گاه یا آویزه تاثیر می‌کند وزن جسم میباشد. وزن جسم فرمولش M برابر G میباشد. وزن جسم این هنگام جسم حرکت منتظم یا در آرامی
در همواری بودنش را با چنین فرمول معین کرده می شود. مثال اگر جسم در همواری مایل باشد که کنجش الفا باشد، وزن جسمی آن تغییر می یابد. در اینجا برابری امری سینوس الفا می گردد. وزن جسم را ما میتونیم تغییر داده توانیم وایدش در سیستم 1 نیوتن می باشد، بزرگی وکتوری می باشد. در این موارد این وزن جسم وزنی که با تکیهگاه تاثیر می رساند، تکیهگاه آویزه تاثیر می نماید، کم می شود از قوی وزنی هم وقت کم نسبت به وزن همون جسمی که در همواری افقی جایگیر است کم می شود یا زیاد می شود؟ در همواری افقی جایگیر باشد وزن تغییر نمی یابد، زیرا تکیهگاهی که افقی جایگیر باشد تغییر نمی یابد، زیرا تنها به سمت مرکز زمین روانه می باشد. قوه وزنی قوه که جسمها زمین به خود جسمهای دیگر را در سطح آن جایگیر بوده را به خود تاثیر میکند، قوه وزنی می باشد. قوه وزنی را F وزنی برابر M G می باشد. در اینجا F وزنی وایدش در سیستم 1 نیوتن، در ماسه وایدش کیلوگرم، شتاب افزایش آزاد وایدش در سیستم متر تقسیم ثانیه کوادرات. مثال ما نمیتونیم قوه وزنی را تغییر داده نمیتوانیم، زیرا شتاب افزایش آزاد هم بزرگی دائمی می باشد، تغییر داده نمیتوانیم و به ثانیه کوادرات برابر می باشد. این چی معنا دارد؟ این معنا دارد که مثال جسم رو در آزاد می پرتایم، در هر یک ثانیه صورتش 981 مراتب تغییر می یابد، زیاد می شود. شتاب افزایش آزاد برای همه سیاره ها یک خیل است؟ نه، برای همه سیاره ها یک خیل نیست. این تنها برای زمین این قیمتی ماکسیمالی شتاب افزایش آزاد زمین می باشد. چقدر که چقدرتر می رویم شتاب افزایش آزاد کمتر می شود. فرمولی که نیستید کو قوه وزنی وش وزن جسم میاد هر دوش انرژی. پس یکم فرق دارن که وش وزن جسم گفتین اینش قوه وزنی. هنگام جسم آرام جایگیر بودنش قوه وزنی برابر وزن جسم می باشد و آنها برابر می باشند. تنها اشاره دیگر میشه، اگر مثال جسم با شتاب به پایان یا به بالا حرکت کرده باشد وزن جسم تغییر می‌یابد، اما قوه وزنی تغییر نمی‌یابد. شرطی به وزنی را نویسید کنیم بینیم. شرطی به وزنی را اساساً در کیهان دیده می‌شود. مثال جسم در اربیت دور می‌زند و به آن قوه مرکز گریز تاثیر می‌کند و به مقابل آن سم قوه وزنی تاثیر می‌کند. هر دوی این قوه‌ها یکدیگر را به صفر یکدیگر را نصف می‌کنند و جسم در آن ردیف در حالت بی‌وزنی قرار دارد. الان فرمش نویسید. کدام فرمول قطعی؟ شاید وای افورا شاید اونو قوهای تاثیر کننده هستن. این فرموله صورتی یکمینی کیهانی. این صورت لازم است که مثال از زمین به کیهان برآمدن ما باید به راکت چنین صورت را دهیم تا از این زیاد یا برابر این نباشد راکت از سیاره برآمده نمیتواند. معادله اساسی نظریه مولکولوری کنتیکی گازهای ایدئالی.
مرحمت. P برابر تقسیم 3 مدل اساسی نظریه کینتیک مولکولی گفته شده است که فشاری که مولکول ها به دیوار ظرف تاثیر میکنند و کنسنتراسیون آنها متناسب راسته و ماس مولکول آنها وابسته باشد و صورت میانه کادرتی آنها وابسته باشد. گاز ایدئالی چیست؟ گازی که در آن ما قوه تردهی و جذبکنی آنها را به نظر نمیگیریم گاز ایدئالی مینامند. این مدل گازی ریالی می باشد. گاز ایدئالی مدل گاز ریالی است. این رو چطور فهمیدن ممکن است؟ گاز ریالی بین خود قوه تردهی و جذبکنی دارد اما آنها خیلی خرد می باشند. برای معاینه کردن خاصیت این گازها ما بسیارتر از گازهای ایدئالی استفاده میبریم که در آنها مسافه بین مولکول‌ها زیاد می باشد و قوه تاثیرات بین یکدیگر مولکول‌ها را به نظر نمیگیریم. همین مدل اساسی نظریه مولکولاری کینتیکی گازها رو ما نظریوی حاصل میکنیم. کنی مرحمت. فرمول دیگری آن 2 تقسیم 3 کینتیکی باشد یعنی که این در این فرمول ما دیده میتوانیم که فشار از انرژی هر یک مولکول وابسته می باشد. اول درباره جریان دومی و قوه جریان نقل کنید. جریان الکتریکی جارشوی با ترتیبانه الکترون ها را ذره های ذره‌ناک را در ناقل جریان الکتریکی میگویند. جریان الکتریکی میگویند با این اشاره میکنند سمت جریان الکتریکی را یکمین مراتبه آمپر پیشگویی کرده و گفته بود که جریان الکتریکی هنگام در زنجیر که از منبع جریان و استعمال کننده عبارت می باشد هنگام به این سمت جاری شدن ذره های ذره‌ناک ذره های ذره‌ناکی منفی مثال الکترون ها قوه جریان مقابل این سمت روانه می باشد. برندگانی جریان الکتریکی در متال ها الکترون های آزاد می باشد و در گاز ها باشد ایون ها و الکترون. قوه جریان سمت دارد؟ سمت دارد. مقابل سمت الکترون ها می باشد. مقابل سمت حرکت الکترون ها. جریان چگونه جریان ها هستند؟ جریان دائمی و تغییر بنده. جریان دائمی جریانی که در ناقل با گذشت وقت گذشتن الکترون ها تغییر نمی‌یابد جریان دائمی میگن. این در اینجا این شماره الکترون ها این ذره الکتریکی می باشد و تا این وقت مثال در مدتی معینی وقت اگر الکترون با گذشت وقت شماره گذشتن آنها تغییر نیابد این چنین معنا دارد که جریان دائمی می باشد. چیشون تغییر نمی‌یابد؟ شماره در ناقل مثال ناقل دارم هنگام از اینجا شماره الکترون ها گذشتن با گذشت بسیاری وقت مثال آنها تغییر نیابند آنگاه جریان دائمی حاصل می‌گردد.
شما فرمول قوه جریان رو نوشتید. از همینجا معین کردن ممکن است سمت قوه جریان رو گفتید که قوه جریان سمت دارد. قوه جریان این بزرگی اسکالیاری است یا وکتوری؟ قوه جریان این بزرگی اسکالیاری می باشد. اسکالیاری باشد سمت دارد یا اینکه ندارد؟ اما ما در سمت جریان رو مقابل جریان خودی جریان الکتریک سمت دارد. قوه جریان همچون بزرگی فیزیکی این بزرگی اسکالیاری است. درباره قانون اوم نقل کنید. قانون های اوم؟ قانون اوم. علمی نمیز گیورگ اوم دو قانون دارد. قانون یکمی آن این و قانون یکمی آن این قوه جریان در ناقل در زنجیر در بقطه زنجیر یکمی قاعده آن این قانون درباره مقاومت و شدت آنها بحث میکند. اون معین کرد که قوه جریان از شدت وابسته می باشد و به شدت این نقطه ها متناسب راسته بوده بر مقاومت آن متناسب چپه می باشد و ایدهش در سیستم سی 1 آمپر قبول کرده شده است. 1 آمپر این یکی از واحد های اساسی در سیستم سی داخل می شود. این افاده قانون اوم برای قطعه زنجیر است. برای زنجیری پورا برای زنجیر سربست ای برابری چونین به طور الگبروی چونین نوشته می شود و قوه جریان در زنجیر گذرانده به قه ایندوکسی منبع متناسب راسته بوده به سوم مقاومت های زنجیر متناسب چپه می باشد. حساب کردن وقت های طلوع و غروب آفتاب و ستاره ها، صبح و شام استرونومی، شب های سفید. ایندوکسی الکترومگنیتی، تجربه های فارادی، قانون فارادی. مرحمت. ایندوکسی الکترومگنیتی خیلی در شکل بنویسیمش. قانونی چی فارادی همه دوی و تجربه ایندوکسی الکترومگنیتی مایکل فارادی چی یکی از فیزیکانی انگلیس و چنین تجربه دارد. پیش از او یک علمی دیگر نیست همین تجربه را گذراندگی است و همون وقتی که همین حادثه را مشاهده میکنه مگنیت وقتی از غلطک میگذرونه در همون مایده وقت یک جریان خرد پیدا میشه. وقتی پیش فارادی کار میکنن همون غلطک در یک خانه میگذارن امپرمتر در یک خانه دیگر تا وقتی که ای خانه دیگری به خانه اوله را میآید یکم به دیمه همون وقت علاقه اوجه ایندوکس گم میشه. تجربه فارادی رو توصیف دهید. بعد همین کار رو مایکل فارادی انجام میدهد و یکم باره و کاری همون علمی گذشتگی رو تکرار میکند و نتیجه نمیگیرد. دومین باره هم غلطک و هم امپرمتر رو در یک جا میگذارد. وقتی که از غلطک همون چیرا مگنیت رو داخل غلطک میکند در اونجا جریان خورد یعنی ایندوکسی الکترومگنیتی پیدا میشود. ایندوکسی الکترومگنیتی این جریان است چی همون جریان الکتریکی همون موج‌های الکترومگنیتی ایندوکسی حاصل میکنند. یعنی غلطک سوال میگیریم یک امپرمتر پیوست میکنم و یک کلیتا میمونه یک کلیتا پیوست میکنه. وقتی که کلیتا پیوست میکنه همینجا یک مگنیت داخل میکنه. هم وقتی مگنیت داخل میکنه همون اقربه که امپرمتر مایل میکنه به طرفو. نمی تجربه فارادی چی گونه مایل میکنه؟ تجربه فارادی تجربه گوناگون گذرانده وابسته به تغییریابی سمت جریان وابسته به پرقوت شدن ایندوکسی الکترومگنیتی.
индуксия электромагнитӣ ранги чи арғунчак астку дар қисми механика ба монанди ҳамон бори кор мекунад. вақте ки аҷа ҷараён пайдо мешава аҷа ранги контури лапиш баринда контури лапишда аҷа мавҷ пайдо мешава ҳамин боз ба иҷа меояд ҳам майдони электромагнитӣ гаштан мегирад ва дар охир ба сифр баробар мешавад. агар ки шогирди азиз шумо ҳамин танҳо ҳодисаи индуксияи электромагнитиро тавсиф медодед? индуксия электромагнитӣ агар ки тарафи шимоша дохили ғалта кунем вай тарафи ба самти манфӣ майл мекунад. вобаста ба суръати ҳаракати ҳамон магнит дар дохили ғалтак ҷараён пайдо мешавад. не ки дар як лаҳзаи кӯтоҳи вақт бузургии ҷараён кам ё зиёд буда метавонад вобаста ба суръати ҳаракати ғалтак. вақте ки ҳамеро ба миқдори муайян дохили ғалтакда мегузорем ҷараёни азбас ки ҷараёни бениҳоят хурд озил мекунад. кифоя. Пас саволи дигар мегузарем. равандҳои мавҷӣ, мавҷҳои арзӣ ва тӯлӣ, муодилаи мавҷӣ. дар бораи ҳодисаҳои мавҷӣ аввал нақл кунем. чӣ хай мавҷҳо ду хел мешаванд, мавҷҳои арзӣ ва тӯлӣ. мавҷҳое ки самти густаришашон ба муқобили самти амплитудашон аст мавҷҳои арзӣ мебошанд. бо мавҷҳои тӯлӣ мавҷҳое мебошанд ки ҳам самти густаришашон ба ҳамон самти амплитудашон баробаранд. интерференсияи рӯшноӣ, коҳерентияти мавҷҳои рӯшноӣ, усулҳои мушоҳидаи интерференсия, истифодаи интерференсия дар амалия. интерферометр яъне дар бораи ҳодисаи интерференсияи рӯшноӣ аввал маълумот диҳед. болои ҳам хобидани мавҷҳои когерентиро худ интерференсияи рӯшноӣ меноманд. мавҷҳои когерентӣ гуфтам мавҷҳоеро меноманд ки ҳамон басомаду чи амплитудаҳошон ба фикрам баробаранд. این یک تجربه است که وقتی موج یک جا سر میتن همون روشنی را خیلی پهن میشوه و در اینجا باید سطح یک گذاشتگیان قدری خالی موندگی است. وقتی این موجا اینجا میگذارن همونها بالای هم خیلی میخوابن. اینجا حادثه همون اینترفرنس روشنایی میشوه. همین موجهای کوهرنتی میگویم و این چی گفتنیگه؟ موجهایی که چی درازی چیشون موجاشون هم یک خیلی درازی دارن. موجای چی بوا بالای هم میخوابن. المنتی آخر نوشته اتون چی گونه المنت است؟ سیستم دوری خیلی باشه و سیستم دقت می‌بینیم. المنت تصادفی هم. المنت تصادفی همه تشکر. ولی دوم داره گفتم. همه المنت‌های رادیواکتیوی تا پلیون بوم یعنی چی سرب تا سرب هم خیلی نور خارج کرده میروند. سرب دومن این سرب دیگه پایان نمیروه. از سببی که همون الکترون ها دور جایگیرن یادرو یا اینکه دیگه چیشون همون المنت‌هایی که اتمشون وزنن همون فقط دوچار همونیسا میشوند. بتا ذره از سری الکترون های عبارته. تمام گفتم. دوام همین دا بتا کوهش است. بتا کوهش؟ خیلی آلفا کوهش شد. با بتا کوهش است. کمی بتا کوهش است نیست. باز بتا کوهش نمی‌سیم بود. یاده ماسش. چون که مینوس یاده جنون که بتا ذره پلسی خلاص چنین این تصادفی این بتا کوهش دنم میشه پوزیترونی میشه و الکترونی. تشکر شاگرد عزیز. سوال دیگر میگذاریم. تاریخ آموزش طبیعت از طرف علمان تاجیک از قبیل احمد فرغانی، ابو محمود خوجندی، الخوارزمی، ابراهیم بیرونی، ابن سینا، نصرالدین طوسی، جمشید کوشانی و دیگران. مرحمت. خلاص علمان تاجیک از قبیل عمر خیام، ابراهیم بیرونی درباره استران پیشرفت استران مخصوصا که در آن دوره به نام علم نجوم مشهور است بسیار کوشش‌های زیاد کردند. مخصوص عمر خیام در ترتیب دادن تقویم‌ها بسیار سهمی باسزا داشته است. این چنین باز نصرالدین طوسی رصدخانه‌ها بنیاد کرده است. اگر خطا نکنم در کوکاز جایگیر است. این چنین باز در چیر رصدخانه‌هایی که از طرف تیموریان اولوغبک ساخته شده است در آن رصدخانه‌ها چیرا تمام ستاره‌ها را مورد آموزش قرار دادگیان. باز این چنین که محمد الخوارزمی و دیگران در تاریخ همین انکشاف علم استرونومی بسیار سهمی باسزا گذاشتند تا دوره‌های جنگی تیموریان و دیگر چیزا بسیارتر همین دوره انکشاف استرونومی خلق تاجیک و دوره
حکمرانی سامانیون راست می‌آید. آیا تحقیقاتشون علمان تاجیکی اصل میانگی درباره مداری الیپسی داشتن سیاره ها خبر داشتن؟ ابوریحان بیرونی چی در نظر داشت که همین زمین گیرچکل است و در اطراف آفتاب، یعنی به نظریه گلیوتروپیسم داشت، یعنی زمین در گرد آفتاب چی میخنده دور میزند. از روی کدام مدار؟ از روی مدار خودش در گرد آفتاب دور میزنند با صورتی اگر خطا نکنم 29/8 همین در کتاب اومده که در 45 دقیقه 80,000 کیلومتر تخمینا طی میکنیم و در زمین بودن. با سوال اول میگذاریم. کنج گردش، سرعت و شتاب کنج، شتاب نرمالی و تانگنسیالی، شتاب افتش آزاد. کنج گردش، شتاب افتش، شتاب تانگنسیالی اساساً در حرکت کاچخط آمیخته می شود. حرکت کاچخط این حرکت می باشد که هنگام حرکتی که مثلش از خطای کاچ عبارت می باشد، حرکت کاچخط نامیده می شود. شکل عادی‌ترین حرکت کاچخط این دایره به حساب می رود. مثلا دایره این حرکت کاچخط به حساب می رود. مثلا اگر از اینجا از نقطه آ گیریم، هنگام حرکت رادیوس هنگام حرکت جسم درگیری هنگام یک دور کردنش این حرکت کاچخط می شود که اساساً با فرموله و برابر 2p تقسیم t یا که 2p نیو. این فرموله چی است؟ فرموله سرعت در حرکت کاچخط می باشد. سرعت کنجی ها، شما درباره سرعت کنجی کمتر خطا نوشتید. فرموله سرعت کنجی رو کنیک درست نوشتید. فرموله سرعت کنجی امگا برابر فی تقسیم ت می باشد. در اینجا امگا سرعت کنجی فی کنجی گردش ت وقت می باشد. وایدش رادیان ثانیه می باشد. مثلا اگر گیریم که فرض کردیم که جسم حرکت چهارسنانده اجرا کرده ایستاده است، در حرکت چهارسنجی خود چخیره که چهارسنانده همون دورش به حساب می رود و با فرموله و برابر 2p تقسیم ت. اول شرط دهید که سرعت خطی از سرعت کنجی چی فرق دارند؟ سرعت خطی با سرعت کنجی، سرعت کنجی هنگام مایل کردنش به کنجی دیگر به عمل می‌آید. صورت کنجی نامیده می‌شود. گنجایش الکتریک کاندنساتورها و طرزهای پیوست آنها. گنجایش الکتریکی گفته گنجایش الکتریکی گفته گنجایش رو می‌نامند که آنها با پتانسیل خود فرق می‌کنند. فرموله گنجایش الکتریکی به S برابر فی مینوس فی نول تقسیم کو می باشد. گنجایش الکتریکی اینچنین به جای فی مینوس فی نول ما میتونیم S برابر او تقسیم کو گذاریم. کاندنساتور چیست؟ کاندنساتور دو نقله که بین خود با دی الکتریکا جدا کرده شدند کاندنساتور نامیده می شوند. کاندنساتورها در زمان حاضر خیلی زیاد استفاده برده می شوند. حالا در مکتب از کتاب های درسی ما اساساً
کاندنساتور هموار را میگذاریم که ساختش چونی میشد. تو ناقل باشد. بین خود با دیالکتریک جدا کرده می باشد. ناقلی یکم و دوم روی های کاندنساتور به حساب می روند. طرزهای پیوست کاندنساتور ها رو شدی. پیوست کاندنساتور دو خیل می شود. اساساً پای در پای و پرالل می باشد. اگر آخری کاندنساتور یکم با آخری کاندنساتور دوم پیوست و آخری کاندنساتور دوم به تصویر نمایی پیوست باشد، آنگاه پای در پای می باشد. ساخته پای در پیش اینطور می شود و گنجایش عمومی و غیر برابر می باشد. این یا گنجایش عمومی در پیوستی پای در پای، در پیوستی پرالل، در پیوستی پرالل باشد. ساخته تازهش اینطور می شود. در پیوستی پرالل باشد اینطور پیوست کرده می شود و گنجایش عمومیش باشد به SCI جمع S2 و SC3 برابر می شود. اگر گنجایش یکم و دوم برابر باشد، اینچنین ما میتونیم برابر این ضرب S استفاده بریم. همه گنجایش کاندنساتور با چی استفاده می شود؟ واحدش چی؟ واحدش در سیستم سی با فرادی اشاره کرده می شود که فرادی به نهایت زردی خورد می باشد. درجه با برای آنکه اینچنین آنها را با میکروفراد پیکوفراد اشاره می کنند. طبیعت کوانتی افکنشات حرارتی، دومی پلانک، فوتو افکت و سرحدی سرخ فوتو افکت، انرژی و ایمپولس فوتون، فشار روشنایی. مرحمت اول درباره طبیعت کوانتی افکنشات معلومات دهید. طبیعت کوانتی افکنشات هر یک جسم هنگام از خود یک افکنشات انرژی حاصل می نماید. انرژی حاصل می نماید که آن را افکنشات می نامند. افکنشات حرارتی مثلا آدم نیز از خود حرارت جدا می کند که آن را افکنشات حرارتی می نامند. سیستم کوردینات های جغرافی، سیستم کوردینات های عثمانی. سیستم کوردینات های جغرافی اساساً در روی زمین استفاده برده می شوند برای یافتن مسافه های بینی در زمین استفاده برده می شوند. یعنی جغرافی آسمانی باشد اساساً برای معاین کردن جایهای استاره ها، آبیکت ها استفاده برده می شوند.